زنهای جذاب و زیبای امروز با گزینه‌های زیادی روبرو هستند. دایرکت‌های زیادی دریافت می‌کنند، توی جمع‌های مختلف مرکز توجه هستند و همیشه یه عالم مرد وجود داره که بخواد باهاشون ارتباط بگیره. اما چیزی که ما اینجا دنبالشیم اینه که چطور از بین تمام این مردها متمایز بشی. چطور این زن بعد از دیدن تو دیگه به توجه هیچ مردی دقت نکنه. اینجا تمام مواردی که تک به تک مهم هستن رو گفتم که بتونی زنی که همه میخوان به دستش بیارن رو فقط مال خودت کنی. شماره 1، زنهای جذاب با مردهایی روبرو میشن که معمولاً زور میزنن و تلاش میکنن که خودشون رو ثابت کنن، چه از طریق ظاهر، چه از طریق دارایی ها یا موقعیت اجتماعیشون. اما چیزی که واقعاً اونها رو جذاب میکنه اعتماد به نفس درونی مرد هاست. این یعنی مردی که از درون احساس میکنه کافی و کامله بدون اینکه نیاز به تایید یا تحسین بیرونی داشته باشه. در این مورد توی روانشناسی عصبی یه مفهوم هست به اسم سیگنال های آرامش عصبی. مغز انسان مخصوصا زنان نسبت به آدم هایی که اضطراب کم و ثبات عصبی بالاتری دارن واکنش خیلی مثبت تری نشون میده و این ناخودآگاهه. پس زنهای زیبا و جذاب به مردهایی جذب میشن که نیازی به تاییدشون ندارن و از بیرون تحت تاثیر قرار نمیگیرن. این اعتماد به نفس به شما این امکان رو میده که بدون نیاز به جلب توجه بیدلیل خودتون رو معرفی کنین، چون یه زن حتی بدون حرف زدن شما میتونه تمام اطلاعاتی که میخواد رو دریافت کنه. شماره 2، زنهای جذاب معمولاً جذب مردهایی میشن که کمی پسر بد یا همون لاشی باشن. نه به این معنی که بی احساس یا بی احترام باشن، بلکه منظور اینه که اونها مردهایی رو میخوان که مستقل، غیر قابل پیش بینی و هیجان انگیز باشن. اینجور مردها معمولا نمیخوان همیشه در دسترس باشن و انقدر روابط زیادی رو تجربه کردن که براشون زیباترین زنها هم خیلی عادی به نظر میان و زندگیشون حول محور هیچ خانمی نمیچرخه. زنهای زیبا معمولا به مردهایی که بیش از حد به اونها توجه میکنن و خودشون رو در اختیارشون میذارن علاقه‌ای ندارن، چون براشون خیلی تکراریه، بلکه اونها به مردهای علاقه‌مندن که کمی دور و مرموز باشن و اصلا از ترک شدن نترسن. پس بذارید احساس کنن که اونها هم باید برای جلب کردن توجه شما تلاش کنن. این باعث میشه که همیشه جذاب باقی بمونید. اگه موافق بودی ویدیو رو لایک کن. شماره 3، زنهای جذاب به مردهایی جذب میشن که از نگاه دیگران مورد تایید و توجه قرار میگیرن. علت این رفتار به خاطر یه پدیده علمی به اسم تقلید انتخاب جفت اتفاق میفته. یعنی وقتی یه زن میبینه زنهای دیگه به یه مرد توجه دارن، ناخودآگاه با خودش فکر میکنه که حتما اون مرد یه ویژگی خوبی داره که بقیه انتخابش کردن. مغز میگه اگه بقیه پسندیدن پس احتمالاً کیس خوبیه. همین باعث میشه جذابتر به نظر بیاد. پیش انتخاب به این معنیه که وقتی زنها میبینن مردی توجه زنهای دیگر رو جلب کرده، به طور طبیعی به این نتیجه میرسن که اون مرد ویژگی‌های مفید و خاصی داره و میتونه توی زندگی کمکش کنه. شماره 4، جاه طلبی. زنهای جذاب ناخودآگاه به مردهایی جذب میشن که هدف روشن دارن و برای رسیدن بهش با انرژی و تمرکز تلاش میکنن، چون جاه طلبی توی مغز زنها یه سیگنال تکاملی فوق‌العاده است. مغز زنها پیشرفت، ثبات و توانایی فراهم کردن منابع رو در بلند مدت شناسایی میکنه و این حس با جذابیت و امنیت ترکیب میشه. مردی که هر روز حتی یه قدم کوچیک به جلو برمیداره، نه اینکه فقط حرف بزنه بلکه عملاً نشون میده، مثل یه آهنربای نامرئی عمل میکنه. حتی اگه در حال حاضر این مرد هیچ پولی نداشته باشه و از صفر شروع کرده باشه، این رفتار مغز زن رو تحریک میکنه تا ناخودآگاه با خودش بگه این مرد میدونه میخواد کجا بره و میتونه آینده من رو بسازه. شماره 5، بی‌توجهی کنترل شده. این مورد فقط و فقط در اوایل رابطه جواب میده و نکته مهم اینه که باید طبیعی باشه و از درون احساس بشه، نه اینکه برنامه ریزی شده یا زورکی باشه.
زنهای جذاب معمولاً به راحتی توجه میگیرن، اما وقتی چیزی بیش از حد در دسترس باشه مغزشون ناخودآگاه ارزش اون رو کمتر میبینه. یه پدیده علمی هست که روانشناسا بهش میگن اثر کمیابی. وقتی شما خودتون رو همیشه در دسترس نشون نمیدین و کمی فاصله میگیرید، مغز اونها شروع میکنه بخشای پاداش و انگیزش رو فعال کردن و ناخودآگاه تلاش بیشتری برای جلب توجه شما میکنن. این یعنی هر بار که برای شما وقت میذارن یا تلاش میکنن، توجهشون بیشتر میشه و شما توی چشم اونا تبدیل میشین به یه مرد کمیاب و با ارزش، کسی که مغزشون حس میکنه کنار اون بودن یه فرصت نادر و کمیابه. شماره 6: زنهای جذاب ناخودآگاه به مردهای جذب میشن که توانایی رهبری دارن، نه فقط توی کار بلکه توی زندگی و روابط هم همینطوره. وقتی مردی تصمیمهای محکم میگیره و مسیرش روشنه، بقیه مردها بهش احترام میذارن و روی اون حساب باز میکنن. این اعتبار اجتماعی یه سیگنال قوی برای ما زنها محسوب میشه. پژوهش‌های روانشناسی تکاملی و علوم عصبی نشون دادن وقتی زنها میبینن یه مرد مورد احترام و اعتماد جمعی مردهاست، بخشای پاداش مغزشون فعال میشه و همزمان بخشای مرتبط با امنیت و پیشبینی پذیری حس آرامش و جذابیت ایجاد میکنن. یعنی مغز زنها ناخودآگاه این پیام رو میگیره: این مرد قابل اتکاست و کنار اون بودن امن و ارزشمنده. شماره 7: مردانگی و انرژی مردانه. خیلی از مردها یه اشتباه بزرگ دارن، چون خودشون جذب زنهای آروم و مطیع و خیلی مهربون میشن، فکر میکنن اگه توی رابطه هم خودشون همین رفتارها رو نشون بدن، زنها هم همون قدر جذبشون میشن. ولی واقعیت اینه که ما زنها چیزهای دیگه ای رو میپسندیم. زنها عاشق ویژگی‌های مردانه هستن: یه جاهای جدی بودن، جسور و نترس بودن و توانایی تصمیم‌گیری قاطعانه خیلی بیشتر از بقیه رفتارها براشون جذابیت ایجاد میکنه. زنها جذب قدرت مردانگی واقعی میشن. ویژگی‌های اصلی اینها هستن: اعتماد به نفس و جسارت. مردی که میدونه کیه و مسیر زندگیش رو مشخص کرده و آدم‌ها نمیتونن اونو به هم بریزن. آرامش در سختی ها. مردی که تحت فشار یا بحران خونسردی خودش رو حفظ میکنه و میتونه تصمیمات قاطع بگیره و زنش میتونه توی شرایط سخت روی مردش حساب کنه. کنترل احساسی. مردی که احساساتش رو مدیریت میکنه و تحت تاثیر اتفاقات بیرونی واکنش‌های هیجانی و عجولانه نشون نمیده. بزرگترین ویژگی مردونه به نظر من از آن مردهایی که قدرت و آرامش درونی خودشون رو حفظ میکنن و میتونن زندگیشون رو با اطمینان هدایت کنن. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودی، لطفاً چنل رو سابسکرایب کن و دکمه لایک رو بزن.